سلام، خوش اومد به Fragments of Dread. Fragments of Dread Part 1. False Heaven 17 سالشو میخواد بره آماده بشه برای دانشگاه و مادر پدرش رفتن برای همون سالگرد ازدواجشون یه جایی و قرار مادر بزرگش بیاد و ازش مراقبت کنه. ساعت 9 شب. دیگه خیلی درس خوندم، میخواد برید چک کنه. فکر کنم این مادر پدرش هستن نیستن. این فکر کنم دیگه خودمونی. قیافه من بچه خرخونه مزخرف میمونم. فکر کنم بعد اونایی که بعد در رو کلن ببندیم. چی؟ فکر کنم این اتاق بازجویی خونمونه. شما خونتون اتاق بازجویی دارید یا ندارید، ولی ما داریم. یکی هم میذاریم روبروی پنجره باشه، روش هم یه ماشین میذاریم. هست دیگه از این چیزا. چی؟ اتاق رختشوری مونه، توش تبر و کارای چی میگن ابزار باغبونی اینا هم داریم. خیلی نرماله، یعنی شما این کارو نمیکنید تو خونتون. نه تو خونتون تبر نگه نمیدونید بچه کنار ماشین بسشوی پس چیکار میکنید؟ وای به خونه یکم کریپی نیستش بچه ها؟ اینو عکس اسب هست، گفتم براتون تو دنیای واقعی هم نشونش بدم. فکر نمی کنم از یه چی میگن خانواده کلن فکر کنم ذهنشون مریضه بچه. همه میخوام اون بیرون رو بپان. حالا اون بیرون معلوم نیست چه خبره، کیه، کجاست، چیه، ولی دیگه طبقه پایین نداشتیم. چرا داشتیم؟ هم گلامونه روحیه لطیفی داریم. لطیف. دستشویی. اوکی این بیرون. باز شو. اوکی این درمون باز نمیشه. کلا تو همه بازی ترسا یه دری داریم که باز نمیشه. اگه بازم بشه بد میشه برام. مادر بزرگمونه. این خانواده‌اش هیچ نرماله که مادر بزرگمون نرمال بشه. میگه سلام عزیز دلم. میگه نه آقا ترسوندی ما رو. شبیه ننه آقا هم میمونه. یعنی ننه آقا میاد بهش میگه ببخشید عزیزم. میگه نمیخواستم به ترسونم بس میگه. ما هم میگیم اوکی و بعد میگیم مادر پدرم رفتن، اونم میگه رفتن. بعدش هم ما میگیم چیز داری بخوریم، غذایی درست کن، ما این مادر بزرگ نیستی تو. میگه من برای پیتزای مورد علاقت گرفتم. ببین این پیتزا اینا برای مادر بزرگ پدر بزرگای ایرانی قفله کلا. شما چند دفعه تا حالا مادر پدر بزرگتون براتون پیتزا گرفتن؟ ولی خب حالا برای زحمت کشیدیم، هیچی که بهتره. بعدش هم میگه فکر کنم گفتش کنترل تلویزیون نمیتونم پیدا کنم. منم مشکل دارم همیشه سر بیا کمکم کن اونو پیدا کنم. ما هم میگیم اوکی و اومدم. مادر بزرگه یه مردیه بر خودش. میگه بعد ببینم نمیدونم کجا گذاشته. میبینی مادر بزرگه رو رخش رخ عقابه. سلام. اوکی برها این که همینجا بود که ببین نمیخواستم کلن برم. غذا که درست نمی کنی،
کنترل هم که نمیدی به ما، ولی خب به هر حال بگیر. اوکی دیگه بریم یه چیزی بخوریم. خواستم میزش هم ببینم. اون گل اسمش چی؟ اوه ارکیده هم داره، ککتوس هم داره بچه. ککتوس دیاد. اوه من حرفی گفت برای گفتن ندارم برای این تصویر دیگه. تصویر خودش نمیانه همه چی هست. کجا گذاشتی حالا برامون پیتزا رو؟ اینو این چه خره؟ اوکی درو واکن تا بگذه. بیا ببین برات پیتزا گذاشته 4 تا اسلایس، بقیه‌شو خودش خورده. قضیه مورد علاقتون چیه؟ بخور یه بار دیگه شد. اوکی خیلی آره سیر شدیم دیگه. میگه میخواد بره یکم دیگه چیز کنم و ظرف دم همینجا میذاره دیگه، یابوی دیگه به هر حال. بعدش هم برای پیتزا قاشق چنگال یکم مرموزانه نیست. قاشق چنگال برای پیتزا. اون کسی که اصلا پیتزا رو با کارد و چنگال میخورن هیچ وقت نفهمیدم. برم یه چک کنم ببینم مادر بزرگم خوبه. خوبی؟ تکون نمیخوری نه آقا؟ اوکی او نه اتاق مادر بزرگ. نه اتاق مادرمه. اتاق پدر مادرم. چه بستشی. آفرین. یکم دیگه درس بخونیم. میگه که دیگه بسته بخواد بره مادر بزرگش ببینه. اوکی نیست قبل از اینکه بگه بخسبه. بده نه آقا چرا اینجا تکون نمیخوری؟ همینطوری میمونی ها؟ چراغ بالا سر رو اینقدر از این خونه های کم نور متنفرم. چی میخوای؟ میگه میخوایم بریم بخوابیم. اونم میگه آشغالا رو ببر قبل اینکه بخوابیم. ما هم میگیم باشه. عاشق کرکترمونم کلا چیزی جز باشه تحویلمون نمیده. یعنی هرچی که مادر بزرگه میگه اصولا نه این هم دری که بانیم شد. هرچی مادر بزرگه میگه کلا میگیم باشه. چی شد؟ پس چیز کن اینه دیگه. اسکلمون کردی؟ آره اینه اینجا ده بودم بچه. ببریو بگویو. سطل آشغال کجاست؟ اوه چه درختایی هم داره. خر در چمن. کاج داری. کاجو چجوری با چیز دیگه گذاشتیم در جای نیستم. اقلیمش بنده نمیخوره. اقلیم باید بگم مکان جغرافیایی. سطل آشغال رو کجا می‌بینی؟ اون ته نمیشه تو اون ته همینجا رهاش کن بندازش. عکس اگه اینجا دستمال کاغذی دیگه نمیدونم. جابه دستمال کاغذی. بابا چتونه ولم کن بابا اسکل. سلام لوکا. مرگ لوکا. آقای درک میگه این بیرون چی کار میکنه وقتشو؟ به تو چه من اندر رو چی کار میکنه؟ نونم میدی آبم میدی اصلا به تو ربطی نداره. کجم هستی چرا؟ انگار کتفت در رفته.
داریم آشغالا رو می‌ریزیم بیرون. ببین یعنی اصلا کل دنیا رو بگردی یه چند سری از آدم هستن که سرشون تو ماه. من دیگه برگشتم. میگه من دیدم پدر مادرت رفتن، فکر کنم خونه تنهایی. نه من خونه تنها نیستم. چند تا دوستامو آوردم، همه قد بلند، هیکلی، درشت، با اونا تنها نیستم. من اگه این تنها جوابی که این باید بده همینا. من تنها نیستم، همه دوستای گنده و درشت رنجو شده دارم. بیا اسکاله ببین میگه خونه تنها نیستم با مادر بزرگم. برحال اونم میگه مادر بزرگت، ما هم میگه آره مادر بزرگت که هم مادر بزرگت. میگه بیا برو خونه دیگه خیلی دیره، باشه. شب بود، تاریک هم هست، سیبیلاتو نمیتونم ببینم، یعنی ندیدم. برو خدافظ. باشه خدافظ، ولی بذار از نزدیک ببینمت. قیافه رو میبینی؟ هیکلی داره ها، دستاش یکی بزنه افتید. خیلی خیلی قیافت دور از جون. تخم مرغیه. اون مادر بزرگ نمیده؟ چرا داری از دور بهم زل میزنی؟ مادر بزرگ؟ مادر بزرگ؟ درک؟ نه آقا، قولم کردی آدرس اشتباه رفتم. من میرم بخوام جون مادرت دنبالم نهی. اوکی باشه دنبالم نهی. یا آقا من چرا هی میام تو اتاق این مادر پدر این؟ ببنده رو شب دارکی شد بچه. زنگ میزنه. کی الان داره زنگ میزنه؟ همینه باید گوشیاتون رو سایلنت کنین. من نمیدونم که داره زنگ میزنه. میدونستم که مامانت الان بهت زنگ میزنه. لوکا خوابی؟ نه خواب نبودم. همون سواله موزبخ میگه ببخشید و مادره میگه هتل میمونیم فردا بر میگردیم و اینکه میخواد برام پیتزا مورد علاقه‌مون رو بیاره دوباره. باشه ولی من قرمه سبزی رو ترجیح میدم. پیتزا خوشم نمیاد، یعنی مورد علاقه‌م نیست. ما هم میگه مرسی تانکیو. اوکی خیلی چت تاثیرگذاری بود. اوکی جیشم میاد. میشه اینطوری دیگه نیای؟ من اینطوری بس مادر بزرگ انقدر سری ظاهر نمیشه. تو باید آروم را بیای. میگه هنوز نرفتی بخوابی؟ داشتی با کی حرف میزدی؟ میگه مادرم زنگ زد و فردا میان و نه میگه مرسی که گفتی و میگه میخوام دستشویی و خداحافظ مادر بزرگ. آقا باشو میخوام برم. خدا رو شکر دیگه در دستشویمون بچه ها هست. بچه ها سوالی که دارم اینه که بازی رو بازی من صدا چی خورده یعنی تمام نمیشه. دستتم نمیشوری که نشو. احساس کنیم یه چیز داره کنم زور میزنه. ببین یک بار دیگه من این اتاق اشتباه بیام همونجا میخوابم. 1:52
اوکی. یکی داره در میزنه. همین کی این ساعت بعد بیاد تو چیز زنگ بزنه؟ اینجا بریم ببینیمش. 1:52 دقیقه. نکن عزیزم اومدم نزن در نزن. چه هیچی معلوم نیست. زاویه کلا نداریم و او ولی در اون بازه ها. میبینی؟ اون در اون از اون پشت ویو میده. ویو کیه؟ اویو آره من نمیخوام برم بکنم. من نمیخوام در بکنم. همینو میرم بالا. نه یا تو رو خدا نه یا من اینجا هم نمیتونم ببینمت. میشه در نزنی؟ نه آقا ماشو دارن در میزنم. من دستم بنده نمیتونم من در رو بکنم. نه آقا کیه؟ بچه دلیوری تابوت داشتیم. یحتملا یا تابوته یا یه بسته خیلی دراز. آها تابوته. میشه برنگردی؟ سلام سلام ننه. اوکی بچه مادر بزرگه چیز شد. مادر بزرگه میخواد بفنه اون الان میشه رفتی؟ رفتم تو. ببند در رو ببند. میشه برم بخوابم؟ لطفاً. اوکی گوشیم داره زنگ میزنه بچه گوشیم داره زنگ میزنه. واکن میدونم مامانته. مامان میگه چرا این وقت تو از کجا فهمیدی من این وقت شب رفتم بیرون؟ تو چجوری الان فهمیدی اینو؟ همون تو از کجا فهمیدی؟ میگه بیا آقای درک پدر گفته که ما رفتیم بیرون. آقای درک بیشرفه. آقای درک خبرچینه. همون همسایه که نمیخوای و داری و چرا همین بازی ترسنگی همسایه داریم کر میریزه واقعا. خب ما هم میگیم زنگ خورده و رفتیم اونجا ببینیم چیه. یه دونه تابوت دیدیم جلوی در خونمون. بعدش همون میگه که چی داری میگی؟ تابوت؟ ما میگیم آره مادر بزرگ هم این دور و برا نیستش. خیلی ترسیدم. میگه مامان بزرگ هم ننه آقا دقیقا نظر خودم همینه. پس این مادر بزرگ نیست، روح مادر بزرگ است. میگه 5 سال پیش مرده. خوبی؟ ما میگیم چی میگی؟ این زنه کیه تو خونمونه؟ نمیدونم. مادر بزرگی شاید مرده بود، شاید اصلا زن نبود. میگه که جوابم بده، خیلی ترسیدم. یه برو تو اتاق توی کنار پایپ شد.
میگه نمیتونم اینجا نفس بکشم بعد اینجا برم بیرون. برو که رفتیم برو. چی؟ اومده راهمونو بسته بچه ها. من اینجا باید چیکار کنم؟ ها؟ چجوری اینجا اصلا بسته شده؟ باید در رو ببندم. در رو بسته شد. در رو بسته شد. اینجا هم که بستی. فکر کنم با کلم برم اتاق خودم. نه 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 نه. چیزی نداریم اینجا بزنم برم؟ بزن برو. اونجا کاف صندوق رو روی اون کلا فکر کنم. آقا کاف صندوق باید چی داشته باشم من؟ آقا اینجا فکر کنم جای ترسه که بازی مونه بچه، همونجور که معلوم نیست. مادر بزرگ با کمربند وایساده برای ما. نگاه کن. من چجوری برم بیرون؟ بگید مامانم بیاد. چرا این دره اینجا بسته شده؟ چرا همه چی بسته شده؟ دمبلا رو، همون دمبلا رو بردار. شراب بچه فکر کنم اون کاف صندوقمون یه چیزی هست توش. رمز میخوان. رمز 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 رمز. قبل از اینکه این بیاد من باید این چیزو بزنم. نه دیگه عزیزم زیاد زوم نکن روش. حالا ما تو یه چیزی بگی. پنج فهمیدید؟ 5 یادتون باشه. با کی دارم حرف میزنم؟ بچه باید رمزای بیشتری باشه. بیا اوکی. ببین من با گوشیم یه عکس این میگیرم. 5 توی قسمت 3 بود. اینطوری کات داشت. بذار ببینم. حسم بر اینه که چرا نمیزنی؟ بعد میگن چرا اعصابت خورده؟ حسم بر اینه که یه چیزی داریم اینجا جا میندازیم. بعدم داریم جا میندازیم. سه پیدا کردیم یه دیگه شد. اوکی اینجا بودیم پیدا کردیم یا اون یکی بودیم پیدا کردیم؟ چی بری کنار؟ ببین یه پیتزا ما
خاطر دهن ما رو صاف کردی ها. ببین کارا تو ببین اینجا خیلی باید سوسکی و دقیق سوسکی دقیق یا الله میشه بری کنار خواهش میکنم احساس میکنم دارم هر چی که بوده نبوده شد بالا حس میکنم لاتاری برنده شدم عدد الان چی بود؟ 5 4 اون یکی چی بود؟ آقا عدد بعدی باید یه جایی باشه دیگه یه جای دیگه باید باشه مادر بزرگ عزیز انشاءالله شما رو اینجا نه ولی در یک جای دیگر هم بیار ملاقات کنم یه چیز رو همین مایه ما هم توی اتاق احساس میکنم توی دستشویی یه چیزی بوده که ما نبود من ندیدم نه با تو نبوده اوکی میشه در خونه باشه ما بریم اینجا بیرون ببین به یه چیزی دقت کنی که مادر بزرگی الان صدای نالش نمیاد دیگه ما الان صدای نالش رو چیز میکنیم میریم تو اون یکی فضا صدای نالش پخش میشه بعد تا میریم اینجا قطع میشه نگاه کن دستی بر شفا داری نه چو تو همه جا هم یه کپی از خودش گذاشته ها اینجا رو دیدم آره دیگه این تو که اینجا بودیم سقف ببینیم سقف برای باره یس یکه دیگه یکه بگو یک سلام قربونت برم صبحت بخیر دیگه رمزا رو پیدا کردیم و خوشحال او آقا شد 1 4 5 3 اوکی یس بعد از 20 بار تلاش مداوم کلید خونه رو گرفتم تا حالا برای کلید خونه‌مون اینقدر تلاش نکرده بودم در رو کن میگه نمیتونی همه فرار کنی نیا که خوبی نه این مادرم چه شبیه میگه بعد این انتظار رو تجربه کردم رفتم دکتر و اینکه اسکیزوفرنی داره شخصیت اون که انقدر جون کنی براش بچه ها اسکیزوفرنی داره حالا و اینکه مادر بزرگش هم سال هاست بوده که از دست داده بوده میگه کلا شاید اون پیتزا رو نخورده بوده
همش تقصیر اون پیتزاست. دیگه نمیتونم بگم چی واقعیه چی الکی، یعنی چی داره تو تصاویراتش میگذارن اینجور حرفا. من دارم این داستان رو بهتون میگم ولی این داستان کلا شاید اتفاق نیفتاده باشه. جون کندیم رم سر بردیم، این داستان کلا اتفاق ممکنه نیفتاده باشه. مرسی، خواهش میکنم دیگه. اینم نتیجه قایی بود بچه ها. اسکیزوفرنی داشت، این تصوراتش احتمالا اتفاق داره. مرسی که تا اینجای ویدیو همراه من بودین. اگه دوست داشتین لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. من هفته ای حدودا و شاید بیشتر یا کمتر 3 بار ویدیوی بازی ترسک میذارم و شاید بازی دیگه هم بذارم، معلوم نیست، ولی الان روال کانالم اینطوری. و اینکه مرسی که تا اینجای ویدیو دیدین. اگه خوشتون اومد لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره لطفاً. و اینکه اون زنگوله رو بزنید که من اگه پست کردم ببینید. مرسی، خداحافظ.